کمتر از 2 هفته مونده به عید قربان، امروز گشتی زدیم به میدان دام گنبد تا هم شلوغی و حال هوای بازار رو ببینیم، هم یه گزارشی از قیمت‌ها تهیه کنیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید و لایک و کامنت یادتون نره. امروز دوم خرداد ماه، جمعه میدان دام گنبد کاووس 800 تا. قیمت امروز میدان مال چجوری است؟ قیمت بره سنگین امروز 320 تومن رو ماشین شد، 330 تومن الی 35 تومن بره ریز شد. بره ریز که منظورم حدود 35 تا 40 کیلو. دست مصرف کننده چقدر میفته؟ دست مصرف کننده اگه میخواد بیفته 3 کیلو 10000 تومان میکشن، 5000 تومان میکشن، 35 تومان الی 40 تومان دست مصرف کننده میفته. تا عید قربان قیمت‌ها چجوری میشه به نظرت؟ به نظر من اگه با این جور که امروز جمعه است مالم کم آمده، حدود 350 60 رو به افزایش شده. اگه کم بیاد تا 400 هم باید برسه. تمام، مرسی. قربانه.